اگه الان از پدر و مادرتون بپرسین که بین شما و خواهر برادرتون فرق میذارن یا نه، اکثرا جواب میدن نه، ما فرق بین شماها نمیذاریم. اما باید بدونید که سراسر جهان اغلب والدین بین بچه ها فرق میذارن. خیلی به جنسیتش ربطی نداره، اما معمولا همه جای جهان به دلایل مختلف پسرها رو به دخترها ترجیح میدن. از نظر اونا پسرها عامل اصلی تولید مثلن. اما اینکه بچه چندم خانواده هم باشیم بی تاثیر نیست. هرچی شخصیت بچه ها متفاوت تر باشه، فرق گذاشتن والدین هم بین اونا بیشتر میشه. از سال 1941 تا 2011 بیش از 10 بار از خانواده‌های آمریکایی نظرسنجی کردن و تقریبا جوابش یکی بوده. اونا 40% پسر میخواستن، 28% دختر میخواستن، باقی درصد هم براشون فرق نمیکرده. خواسته یا ناخواسته والدین دارن بین بچه هاشون فرق میذارن. حالا از این به بعد اگه خانواده هاتون مخصوصا والدین این نظر رو داشتن که نه ما بین بچه هامون فرق نمیذاریم، میتونید این ویدیو رو نشونشون بدید، یا اگه باور نکردن گفتن غزاله دلفانی داره چرت میگه، برید گوگل فارسی یا انگلیسی سرچ کنید و آمار درست رو بهشون بدید. من غزاله دلفانی روانشناس نیستم و صرفا دارم نتیجه تحقیقاتم رو با شماها در میون میذارم.